تولد تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما عزیزان میکنیم. من شعله گلخوجت در خدمت شما هستم. سلام. نخست مرور داریم به سرخط موضوع برنامه امروز 22 ینور. ویروس نو در چین 440 تن را مبتلا کرد و 9 نفر را کشت. در تاجیکستان چاره‌های جلوگیری از سیرویت‌یابی را به راه ماندند. مسافری که از جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود توسط این ترماسکانر و تپلاویزر ها گذرانده می شود. مرکزی آب و هواسنجی و کمیته حالتهای فوق‌العاده هشدار می‌دهند برفی شدید می‌بارد و راه‌ها یخ می‌بندند. روا در شهرهای دوشنبه رشت قطع گردیده است. دین را با سیاست و پول آمیخته نکنید. نسبی شعور درباره پوشیدن حجاب در افغانستان بحث برانگیز شد. و امی مردم اگر غیرت می داشتن یک دفعه می رفتن او کسی را که در مسجد میرن تجاوز میکنن. در مورد ازو هم صحبت میکنن. مقامات تاجیکستان میخواهند سفر شهروندان را به چین محدود کنند. این اقدام به خاطر جلوگیری از ویروس نوی است که 9 نفر علاقه در چین از آن جان باختند. ویروس راههای نفس که نخست در شهر ووهان ولایت هوبی پیدا شد تا به تایلند و ژاپن، کره جنوبی و امریکا رسیده است. قرار است سازمان جهانی تندرستی وضع پنجشنبه ویروس نو را بررسی کند. این سازمان خطرهای بیماری فراگیر را بها خواهد داد. در تاجیکستان باشد نظارت مسافرانی را که از چین می آیند پرزور کردند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواسته است تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کنند. مسئولین وزارت تندرستی میگویند این تصمیم جهت پیشگیری از وارد شدن ویروس نو گرفته شده است که در چین آشکار شده و نگرانی ها از انتقال آن به نقطه های دیگر جهان را افزوده است. من هستم که در یک هفته از جمهوری مردمی چین به جمهوری ما 4 مرتبه توسط هواپیما شهروندان رفت و آمد می‌نمایند. حالا به گفته این مسئول وزارت تندرستی نظارت مسافرانی که از چین به تاجیکستان می‌آیند پرزور شده است و تمام تشخیصگاه‌ها برای سری وقت از سنجش و تشخیص گذراندن این مسافران آماده‌اند. در فرودگاه‌های بین‌المللی جمهوری تجهیزات‌های ضروری از قبیل تپلاویزر و ترماسکانر نصب کرده شدند که هر یک شهروندی که هر یک مسافری که از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می‌شود توسط این ترماسکانر و تپلاویزر گذرانده می‌شود. در وزارت تندرستی همچنین از این دو نهاد خواسته است شخصیت بودوباش نشانی چینایی‌های را که به تاجیکستان می‌آیند دقیق کنند تا وزارت تندرستی آنها را تا یک مدت تحت نظارت خود قرار بدهد. نشانه‌های اساسی این بیماری پیش از همه تب بلند، که حرارت بلند، درد سر، درد مشک و پیوندها و درد گلو مانند بیماری زکام بوده. پس از این به نشانه‌های دیگری یعنی که آسیب یافتن راه‌های نفس و شش‌ها با وجود می‌آیند که این نهاد تاکید نمود که محدودیت شهروندان موقتی بوده تا معتدل شدن وضعیت ادامه خواهد کرد. اجنسی هواسنجی تاجیکستان اعلام کرده است که تا آخر هفته هوا سردتر، برف در کوه شدید و حرکت در راه‌های کوهی مشکل خواهد شد. حالا بارش برف در منطقه‌های کوهی به ایست ادامه دارد و کمیته حالتهای فوق‌العاده با نشر یک اعلام از ساکنان منطقه‌های کوهی خواسته است در راه‌ها احتیاطکار باشند و از سفرهای بی ضرورت خودداری نمایند. در همین حال کاربران آزادی با فرستادن نوار میگویند برف زیاد باعث قطع حرکت در شهرهای دوشنبه رشت گشته است. یا جویا 2 سوت کشید در همینجا واییم موندگیم. گروه از رانندگان ماشین‌های بارکش شکایت دارند که 2 روز باز در شهرهای دوشنبه رشت بند ماندند و کسی به دادشان نمی‌رسد. راننده‌ها که در میانشان تاجران قرقیز هم هستند با ارسال این ویدیو به رادیو آزادی گفتند که در نزدیکی دهه علی گلبان در حدود ناحیه نورآباد در ماندند. ویدیو را روز 22 ینور فرستادند. راننده ها میگویند در قسمت های مختلف شهرها حدود 20 ماشینی باربر بند مانده است. به قول آنها بلندی برف در این راه از 40 تا 50 سانتی متر رسیده است و اداره های مسئول راه را سری وقت پاکیزه نمی کنند.
به گفته راننده ها مسئولین فقط یک دفعه بولدوزر آورده کوشش کردند که راه را تازه کنند، اما برف دوباره راه را پر کرد. مقامات ناحیه نورآباد به رادیوی آزادی گفتند که در واقع چند ماشین باربر در راه در ماندند، ولی به گفته آنها راه نه در پی جمع‌شوی برف زیاد بلکه با عیب رانندگی یک ماشین کلان حجم باربر بسته شده است. به قول آنها ماشین باربر قاعده ها را رعایت نکرده در بین راه از حرکت مانده است. مقامات قول دادند که به زودی راه را پاک و برای حرکت ماشین ها باز میکنند، اما راننده ها میگویند تا این دم مشکلشان حل نشده است. بینندگان عزیز، اگر شما نیز شاهد حادثه شدید و یا نواری دارید که میخواهید دیگران هم ببینند، پس بر رادیو آزادی بفرستید. راههای تماس با ما را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه شهر دوشنبه شکایت کاساتسیونی نیلوفر رجب را به تغییر گذاشت. این ساکن پایتخت را ماه گذشته برای پوشیدن سطر بازداشت و سپس برای مید اوباشی 550 سومانی جریمه کردند. وزارت امور داخلی آن زمان گفت که پرونده رجب و بر پایه شکایت شهروند رانو عبداللهی و برای سخنان قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. نیلوفر رجب و میگوید از حکم دادگاه راضی نیست. судья азизматзода хуршед, ман бо ҳамроҳи вакилам рафтам, вакили дифоъ ҳамроҳ бо ӯ рафтем, 5 нафар будам дар утоқи мурофиаи судӣ. бале ва юсуфзода боз як шахси дигар шӯҳратзода, насабашона намедонам, ҳамроҳ бо ҳамно мурофиа мерафт. چی گفتند؟ شرح ندادند که چرا بیکار گذاشته میشه؟ به تغییر گذاشته میشه؟ یگان چی نگفتند، فقط گفتند که به تغییر گذاشته میشود. اگر خواهیم مرحمت باز بالاتر رفته شکایت کنید. دیگه یگان چی نگفتند. البته میبرم بالاتر شکایت، چون که من راضی نیستم. وقتی که من گناهی ندارم برای چی من رو جریمه میکنم؟ و همین خاطر بله با بالا نیست شکایت میکنم. شکایت شما از بالای پلیسی نوحه سینا چی شد کردن؟ خبری هست؟ خبر تماما نیست. حتی با محترم آزاده رحمان نیز شکایت بردم. تا حال از همه خاموشی انتخاب کردن. از یگان کس جواب نیست. همچو یک مادر، همچو یک زن بگیم با آزاده رحمان مراجعت کردم که از روی چارچوبه قانون دیده تا که حقوق دیگر زنها و طفلان پایمال نشوند، اونا از روی قانون. نیلوفر رجب و قبلا از خشونت و آزار از سوی پلیس به دادستانی کل تاجیکستان هم شکایت برده بود. او گفت تا هنوز نسبت این شکایتش از سوی مقامات چراندیشی نشده است. در ضمن مقامات تاجیکستان همیشه وجود همه گونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن سطر را رد میکنند. و اگر میخواهید درباره این موضوع بیشتر معلومات بگیرید، پس بازم رو بیارید به وبسایت رادیو آزادی و یا به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو. تقریبا 2 هفته پیش در برنامه خبری برای شما بینندگان عزیز کوچه های پر از پرتاب شهر کولوب را نمایش داده بودیم. ساکنان شکایت داشتند که افلاسی سبب افزودن بیماری های سرایتی شده است. بعد این کارمندان اداره کمونالی به برداشتن پرتاب‌ها آغاز کردند، ولی حالا طور معلوم می شود وضعیت چندان تغییر نیافته است. چرا؟ در گزارش محمود جان رحمتزاده و در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم. اداره کمونالی شهر کولوب بعد گزارش‌ها از لبریز شدن پرتاب‌ها در شهر در 2 روز اخیر دست به پاککاری پرتاب‌ها زدند. اما ساکنان میگویند که این یک خودنمایی در نزد مردم بود و پرتاب‌ها هنوز هم در کوچه و رودخانه‌ها مثل قبل باقی است. دیدیم که 2 روز توزیع کردن. یک باید 2 روز توزیع کردن نمیشه. آخه شهر روز پر از پرتاب شده. به قول ساکنان مثل حشر در 2 روز پاک کردن پرتاب‌ها از خیابان و رودخانه‌ها حل مشکل نیست. برای به تنظیم درآوردن مسئله پاککاری پرتابگاه‌ها نظام مشخصی ضرور است که هنوز در شهر کولوب وجود ندارد. رئیس شهر هم تمیک زره میره و میبینه خیلی جوره میگن خیلی نمیدون نمیکنن خود دیگریش
پاککاری کردن پرتوگاه از سوی کارمندان اداره کمونالی پس از گزارش رادیوی آزادی شروع شد. به دنبال تلویزیون‌های دولتی و هفته‌نامه‌ها نیز از مشکل پرتوها گزارش دادند. ساکنان میگویند کافی نبودن قوطی‌های پرتویی سببی در هر گوشه پیدا شدن پرتوگاه‌ها شده است. جا نمیاد در جیبکش براش نشه میگیرن اون جمع پرتوش نام قضی سنگو و زینگو که اگر 100 کم از موسر که باری کمی میکنه. حالا در این شهر 220,000 اهالی به سر میبرد. مقامات اداره کمونالی ساکنان را به بی‌مسئولیتی در بیرون کردن پرتوهایشان و نپرداختن حق کشانیدن پرتوها متهم میکنند. اتهامی که ساکنان قبول ندارند. فعلا این اداره 12 ماشین پرتوکش دارد و میگویند برای کشانیدن پرتوهای شهر کلوب در یک شبانه روز 260 لیتر سوزشواری ضرور است که این اداره پیدا کرده نمیتواند. بینندگان عزیز، بازم برمیگردیم به موضوع حجاب و این بار به افغانستان. در افغانستان نصب یک شعار مربوط به حجاب بحث برانگیز شده است. برخی از حامیان حقوق در این کشور برانند که تبلیغ چنین افکار میتواند خطرزا باشد. ایده از منصبداران گفتند نباید دین را همچون وسیله درآمد استفاده برد. طاهر سفر موضوع را ادامه میدهد. شعاری که در هرات بحث زیاد برانگیخت. در اینجا نوشتند بدحجابی زن از بی‌غیرتی مرد است. زنانی با حجاب مرزبانان شرفی مرد هستند. شعار به یک گروه سیاسی اسلامی تعلق دارد که خود را مثل یک وزارت طالبان اداره امر معروف و نهی منکر نامیده است. بعضی ملاها طرفدار این شعار هستند. چرا بیشتر ترکیز ما بر خواهران هست؟ چون امروز از خواهران به عنوان یک آله، به عنوان یک ابزار استفاده میکنن. خواهر ما رو آوردن به عنوان از اینکه یک شامپور اعلان بکنه، او یک آله قرار دادن. به عنوان یک صابون اعلان بکنه، او به بالاخره او در معذر تبلیغات قرار دادن. لباس به تن زن مسلمان و دختر مسلمان کردن که بالاخره تو بیا لباس به خاطر که ارزش لباس بالاتر از تونه این گونه نشان میدن. بعضی دیگر از این نوشته به خشم آمدند. متاسفانه یک موضوع نگران کننده برای تمام اقشار جامعه هست. نه تنها فقط برای زنان، حتی برای حکومت میتونه خطرساز باشه. رئیس شهر هرات میگوید هدف مؤلفان شعار جمع کردن مرید و پول است. این مسئله غیرت مردان است. مردای افغانستان و امی مردم اگر غیرت می داشتن یک دفعه می رفتن او کسی را که در مسجد میرن تجاوز میکنن، در مورد ازو هم صحبت میکنن. ما خواهش ما از علمای کرام که همهشان محترم است ای است که دین وسیله درآمد و سیاست نکنه. فعالان دیگر مدنی هم شعار را تنقید کردند و آن را به عهد تاریک رژیم طالبان شباهت دادند که سال 2001 سقوط کرد. کسانی که می آیند این صحبت ها میکنند دارند برای طالب ها و یک رژیم طالبانی چراغ سبز نشان میدن. دیگر فعالان جامعه مدنی امیدوارند این شعار بیانگر موقع اکثریت در افغانستان نیست. شب 20 و 21 январ در نتیجه آتش سوزی در یک خانه در ولایت تومسک روسیه جان باختند اعلام کرده شد. با آگاهی مقامات ایالت‌های فوق‌العاده روسیه این مهاجران کوری از ناحیه قزل تپه ولایت نوایی ازبکستان بوده، در میان آنها برادران نیز هستند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت کارفرما که شهروند چین است هدف پیگرد قانونی قرار داده شده است. مقامات ایالت‌های فوق‌العاده ازبکستان میگویند مهاجران هلاک شده در بنای یک آشیانه زندگی می‌کردند. و بینندگان عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه. فراموش نکنید که فردا صبح با وقت من همه شما را منتظرم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.